این زمین را ارج از عرش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان. اندیشه ها با تاجیکی، فارسی، دری راهی راست. از ادیبان جهانکشا و ناشناخته. اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان. این زمین را ارج از عرش است. بیاموز هرچند بیتوانیا، مگر خویشتن شاد گردانیا. این زمین را ارج از عرش است. شنونده عزیز، شما خوانش بدیعی را تحت عنوان داستان نازگل در پیشنهاد مؤلف جانبک اسراریان و کارگردان زبیدالله جان محمد میشنوید. داستان نازگل. جاوید بود مرزی خراسان. آغاز گفتار دوم. اینجا اشاره است به یک بیت مهدی اخوان ثالث که می نویسد: جاوید بود مرد خراسان و مردمش، که از جان و دل درود فرستم هزارشان. سوزد دلم ز دوری و در دیده می کشم، روزی اگر نسیم بیارد غبارشان. منظور دلاوری و قهرمانی و در پاره سرزمین نگه داشتن تاریخ شگرف تاجیک است. پس سخن در باب منطقه تاریخی می رود که میان رودهای سرخاب و یاخسو جای گرفته با کوههای بزرگ نمک خواجه مومن و خواجه سرتیز ایثار دارد و هم در استفاده مواد از سرحد مقرر کرده بیرون خواهیم رفت، میان جیهون و وخشاب و فراتر از آن جیهون و سیهون که تاریخ منطقه را می باید یک لخت بررسی نمود تا منظره عمومی حاصل شود. و ما در بیشتر حالات فراتر می رویم در استفاده ادبیات و تکیه می کنیم به معلومات و اخبار سرچشمه های دانشمندان پیشین و پژوهشگران خارجی و وطنی اندر خاصیت و عنعنه و اخلاق مردمانی که میان دو رود بزرگ پنج بخش و فراتر از آن میزیستند. زیرا پژوهش و روند تاریخ نگاری روا و ارکانش همین را تقاضا میکنه. از طرف دیگر مواد موجود خاص یک جامعه شناخته عهد باستان، عصر میانه و نو، مالک حوزه پهناور سیاسی و فرهنگی می باشد. شاید پاره شعر شاعر جوان بزرگمهر را که منطق قوی دارد و به دردمان می خورد دستور می کردیم، اما امکان نداره. مقطع غزلش این است: با خطی دریا قلمرو را معین کرده است، هر کجا آمو رود آنجا زمینی تاجیک است. واقعا در عهد باستان مردمان آریایی در قلمروی بزرگ مکان و مسکن داشتند و از نخست دولت ها باختر کهن بود. اگر آن را سالنامه نویسان یونانی بکتریا، کتیبه های هخامنشی باختر و اوستا بخزی یا بهدی بندهیش بلخ ذکر کردند، معنای آن را دارد که سخن از باب منطقه های امروزه ختلا نیز می رود. در عهد باستان باختر شاهیگری مستقل بوده. زمانهای کهن دو ساحل رود پنج را فرا گرفته
در چارچوب مناسبت‌های تجارتی قرار داشت. از این جایگاه که یگانه راه خشکی بود، در ارتباط ممالک شرق و غرب اهمیت بیشتری کسب کرده بود. و به قول عالم شهیر سید نفیسی، در همین ناحیه بود که نخست ملت هندو آریایی متوقف گشت و پس از گذشتن از سرزمین کوهستانی شمال شرقی به ایران آمد و نژاد ایرانی امروز را تشکیل داد و نیز همان ناحیه سرچشمه بسیار از عقاید آیین زردشتی بود. شهر باختریا بکتره و قول مورخین قدیم پایتخت این ایالت بوده و آن را قدیمترین شهر جهان می دانستند و آن را مادر شهرها یا ام القری لقب داده بودند. در زمان امپری هخامنشی وادی در حیات ساتراپ باختر بود و زمان هجوم الکساندر قاصب نیست، ولی از سبب در قیاس با سرزمین‌های پهناور امپراتوری و شهرهای بزرگ آوان منطقه‌های خرد و نزلناگیر بودند که ادبیات خطی پیرامونشان معلوماتی نمی‌دهند. اگر هم هست با عنوان دیگر پژوهش را تقاضا دارد، ولی با یقین میتوان گفت که وادی امروزه مرکزی اصلی ختلان در حوزه سیاسی و فرهنگی بلخ و باختر مدتی عصرهای طولانی موقع خاصه را اشغال میکرد. میباید تأکید کرد که احوال اجتماعی و اوضاع سیاسی عصرهای آخر قبل از میلاد با پاش خوردن امپری اسکندر پر اختلاف، نامعین و پرپیچ و تابند. با وجود آمدن دولت‌های سلجوقیان، یونانی باختر، اشکانیان و مواد مختلف بنیاد کار محققان را دشوار می‌گرداند. اسناد صحیح که منظره سیاسی را در پیدایش این دولت‌ها دقیق سازد وجود ندارد و ناموافقت خرونولوژی پژوهشگران را براگومی می‌برد. این امر طبیعی است. واقعیت و رویدادهای سیاسی به سرعت جریان می‌گرفتند. دست زور و نیروی توانا از میان رفته بود و اداره سرزمین پهناور مشکلات زیاد را ایجاد میکرد. نیروهای مرکزگریز قدرت‌خواه یکی پس دیگر سر بالا میکردند. در تصویر پوره منظره دست مؤلفان کوتاهی میکرد و هر نوشته خاصیت ذهنی داشت که منفعت‌های نیروهای علاهیده را افاده مینمود. امپری بزرگ الکساندر به ورشکستگی تمایل داشت. هرچند او برای معتدل نمودن اوضاع و به طرف خود جلب نمودن مردم محلی و بقای امپریش کارهای زیادی را انجام داده بود، اما دولت ساخته‌اش کشتی را می‌ماند که به طوفان شدید درگیر است. او با یقین از جسارت و کمانداری و سلحشوری جوانمردان باختری و سعودی و سکایی هراس داشت و به قول بابا جان غفورов از روی معلومات مؤلفان قدیم در سوغد و باختر با مقصدی به وجود آوردن متکای اصطلاح یونان و مقدونی در سوغد و باختر 8 تا 12 شهر بنا کرده به هر یک اسکندریه نام داد و 2 شهر در مرز باختر در ساحل رود آمو به قول بابا جان غفورov یا نزدیکی کولاب یا ترمیز بنا کرد. در این روند پلوتارخ یونانی که سالهای زندگیش به سالهای 50 تا میلاد و 125 میلادی راست می آید می نویسد که شماره مهاجرنشینان یونانی که اسکندر در مشرق زمین راست کرد به 70 عدد می رسید. اسکندر سیاست دامنه‌دار و اندیشمندانه را دنباله می گرفت. او با عنعنه‌های مردم محلی آیید شده خود را با پوشاک و پر شرقی آراسته و به شهبانوی آسیایی عقد نکاح بسته بود و سرلشکرانش را به این کار وادار بلکه مجبور میکرد. طرز ادارات یونانی با کمالات ساختار هخامنشی به هم آمد و طرز خراجستانی با عادات مقدونیه موافق گردانده شد. صنعت ایلینی به روزگار مردم بومی اثر کرد که نمونه‌هایش را باستانشناسان در آثار مادی دریافتند. زبان یونانی را در سرزمین‌های اشغال کرده‌اش گسترش داد که پسا نیز در سلطنت اشکانیان، یونانیان باختر و شاهیگری کشان در معاملات بود. جمله تدبیرها را برای بقای دولتش و گسترش فرهنگ یونانی به عمل می‌برآورد. سالنامه‌نگار یونانی پلوتارخ خصلت پارس بدبینیش افضلیت داشت با افتخار نوشته بود که
با دستیاری اسکندر آسیا می تواند کتاب‌های هامر را در متن اصلی بخواند. فرزندان ایران و مردم شوش تمثیل‌های سوفوکل و اوریپید را از بر بیاموزند. در این میان معلومات صحیحی نداریم که آیین بتپرستی یونانی به زرتشتی چی تأثیر داشته است. هرچند بعضی مواد از اثرات خدای زئوس، آپولون، آرتمیدا، افینا، نیکا، پوسیدون و غیره در سکه ها وجود دارند که به دردمان نمیخورند. و هم نوشته هایی هستند که پنجشوی آیین بودایی را در زمان کوشانیان به مهاجران و سربازان یونانی ربط میدهند که شباهت به پرسته های اجداد خود دریافته بودند، مثل خاصیت های بودا و خدایان یونانی. یعنی در زمان سلطنت کوشانی مقدونی ها به طبیعت و شرایط باختر خو گرفته مقیم شدند. از این به بعد می باید به اوضاع سیاسی منطقه و تأسیس دولت ها در آسیای مرکزی در پرتو اثر باباجان غفوروف و سرچشمه های دسترس نظر انداخت. چنانچه جمله مخصوص تأکید میکنند که سال 312 تا میلاد سرلشکر اسکندر سلیف حاکم بابلیستان گردیده در مدت کوتاه به اداره سرزمین های بزرگ ایمپریا دست یافت. با سبب خیلی پروسعت بودن مرز دولتش او سال 293 پسرش انتیاخ را والی قسمت شرق تعیین کرد. شنونده ارجمند، انتیاخ پسری اپاما بود و اپاما دختری قهرمان خلق تاجیک سپیتامین. زمینه ها برای پیدایش دولت محلی و یونانی در آسیای مرکزی مهیا می شد. با قول دیگر انتیاخ نبیره سپیتامین در اداره وطنی باباییش هوسمند باشد هم دور بودن مسافه از مرکز و مقاومت با اقوام سکایی به او امکانیت اداره سرزمین پهناور را نمیداد. همزمان ماجراهای درباری و چسب و تلاش سرلشکران برای تاج و تخت اوضاع مملکت را مشکل تر می‌گرداند. در باختر سلیفکیان جدایی‌خواه به عسکران یونانی در قرارگاه بوده امید می‌بستند. در همین هنگام اشرافان محلی قوت گرفته در ادارات دولتی مقام می‌یافتند و به مستقلیت خواهی شدت می‌بخشیدند. همین نقطه عامل گردید که آنها سری تاراج ثروت و دارایی‌های وطن و کشورشان از جانب بیگانگان و ظلم و استثمار مقدونیان فکر کنند. در این روند به قول باباجان غفوروف اتحاد باختریان، سغدیان و پارتها و دیگر خلق‌های آسیای میانه به وجود آمد. در یک فاصله کوتاه پارتها و باختریان از دولت سلفکیان جدا شدند. در حدود سالهای 245-240 تا میلاد از حرکت‌های اشرافان و عامه وسیع باختر استفاده نموده دیادات خود را حاکم اعلام کرد. می توان همین اسناد را آغاز بنیاد دولت یونانی باختر شمرد، هرچند در این مورد نیز اختلاف نظر پیداست. در سالهای حکمرانی دیادات دوم دولت یونانی باختر با پارتها اتحاد بسته از حمله های سلیفکیان امین شدند. پس آن یفتیدیم یونانی که در آسیای صغیر با راه تبادلات پیروز گردیده بود اهل و اولاد دیادات دوم را قتل کرده به تخت نشست. مرزهای دولتش در غرب آریانا، مراغه و احتمال اسپیان و توریبه را در بر می گرفت. مرکز این ملک همان باختر بود و به هیئت آن سوخت و ممکن است بعضی ناحیه های همسایه داخل می شدند. در زمان او محاربه با لشکر انتیاخ سیوم سلیفکی در ساحل هریرود و قهرمانی های سوارگان باختری یاد شده است. در آن انتیاخ غالب آمده در قلعه زریاسپ افتیدیم را به محاصره گرفت، ولی محاصره طولانی را بیسود پنداشته انتیاخ با افتیدیم صلح بست و با هدیه های زیاد به سمت هند حرکت کرد. این حمله انتیاخ راه هند را برای وارث افتیدیم دمیتری کشاد. دمیتری سرحد دولتیش را از حساب ولایت های هند وسیع کرد. در این خصوص نوشته های سالنامه‌نگاران و سکه های یافت شده دلالت می کنند. از همین است که آن را شاه هندوان نیز قلمداد کردند. یعنی دمیتری شاه هندوان نیز بود. هنگامی که دمیتری در پی اشغال هند بود
اشرافزاده یونانی به نام یوکردیت اسیان برداشت. سال 171 تا میلاد حاکمیت را گرفت و با عنوان ساتر یعنی نجات بخش خود را شاه اعلام کرد. در دوره او ضبط هند ادامه یافت تا زمانی که از دست پسرش سال 155 تا میلاد کشته شد. پس از این رویدادها و واقعات مهم مملکت را انارشی سیاسی فرا گرفت. از طرف دیگر سببی از بین رفتن دولت یونانی باخته را به حمله بادیه‌گردان یوجی‌ها نیز ربط می‌دهند که آخر عصر دو و اول عصر یک تا میلاد به وقوع پیوسته است. از خصوص اوضاع اقتصادی و فرهنگی این دوران اخبار منبع‌ها و بازیافت‌های آرکئولوژی موجودند. موافق آنها در زمان یفتیدیم و دیمتری کشاورزی و هنرمندی در رابطه با مخلوطی هنر ایلینی و به مثل هیکل تراشی سفالکاری رواج یافت. در این باره کاوش‌های آرکئولوژی در یادگاری آی خانم لب رود 5 خاک افغانستان و سکسن آخر ناحیه فرخار، دیمنه کیقوبادشاه، قلعه میر ناحیه قبادیان و ناصر خسرو گواهند. مؤلفان قدیم از شغل هنرمندی زمین‌های سرخاسل و آبشار و زمین‌های غله‌دانه، شالی، باغ و تاغزار معلومات می‌دهند. در خصوص فرهنگ و معنویات مواد از آثار خطی به درجه ضروری در دست نداریم. کمک‌رسان ما در این مورد سکه‌های شاهان این دور دیمتری، یوکردیت، گلیاکل، انتیمخ و دیگران میباشد. از روی تنگه ها تأثیر فرهنگ ملی برملاست. اگر در روی سکه تصویر شاه باشد، در پشت تصویر خدایان یونانی است، ولی آنها قیافه شرقی دارند. تغییر تصور و باورها و رشد کشور و قدرت شاهان از روی سکه ها مشاهده می شود. چنانه یوکردیت نخست شاهی بود که در صفت خود کبیر را استفاده نمود. انتیمخ باشد خود را خدا نامید. بیشتر این سکه ها از حدود نواحی ختلان پیدا گردیدند. در این روند درباره طایفه های موجوده، هیئت اجتماعی و بعضی مسئله های دیگر می توان سخن گفت. چنانکه گفته شد در سالهای 40-50 عصر سوم تا میلاد در هیئت دولت یونانی باختر مردم اندک به شرق خو گرفته سپاهیان و بینوایان یونانی با تهجاییان متحد شدند. دولت مرز وسیع را از حدود افغانستان کنونی میان آمو و سردریا و یک قسمت هند را در بر می گرفت. وابسته با معلوماتی که پیشنهاد شد در حیات و روزگار ساکنان باختر، سیاست و زبان یونانی و صنعت مخلوط برتری داشت. کارگزاری به زبان یونانی و گاه دو زبانی در کشور معمول شد. از قول تاریخ نویسان یونانی و ریمی، شخصان باسوادی که از یونان می آمدند فرزندان شاهزادگان و توانگران باختر را زبان یونانی می آموختند. و به قول سالنامه‌نگاران یونانی، جاذبه تمدن یونان در باختریان به درجه بود که در میان همسرهای متعدد شاهزادگان آن دیار زنانی بودند که اصل ایشان از یونان بود و به تمدن یونانی پرورش یافته بودند. و حتی بعضی از مورخین ریمی تصریح کردند که دولت روم دختران جوان زیبای پرورش میداد که برای پادشاهان باختر میفرستاد تا بدین وسیله دل ایشان را به خود جلب کند. در همین آوان قسمت شمال و غربی امپری اسکندر با شرق آن شباهت داشت. ساتراپی پارت نیز ناآرام بود. با انابت اسناد تاریخی در ساتراپی پارت اندرگان یونانی حکومت میکرد. از شکست سلیفکیان آگاه شده سال 256 ارشک با برادرش مهرداد که از اندرگار تحقیر دیده بودند با یک حمله او را کشتند و حاکمیت پارت را به دست آوردند. در میان ارشک یا ارسک که با دلاوری و شجاعت برتری داشت به تخت نشست. از روی معلومات ها ارشک سکایی باختری است. اگر عمیق‌تر فرو رویم در میابیم که او از نژاد قبیله های بوده است که با نام پرنی ها یا پرنیان و داه در ساحل های رود جیهان و وادی های کهن درنگیانه و ارخاس مسکن گزیده بودند که پسان با عنوان سیستان شهرت یافت.
یعنی با مردم ختلان رابطه های خونی و فرهنگی داشتند. چنانه می توان ریشه های پیدایش ژانر سازی و آوازی فلک و اپوس مردمی گرگولی را از دوران حکومت پارتیان جست. انجام گفتار دوم. شما خوانش بدیعی را تحت عنوان داستان ناسکل در پیشنهاد مؤلف جانبک اسراران و کارگردان زبیدالله جان محمدов شنیدید.